خب با عرض سلام خدمت دوستای عزیز، امیدوارم که موفق باشین و بریم روی چارت. بچه ها این آموزش ورود برای این کندل 10 رو بهتون میگم، خلاصه و مفید. قبلش دوستان میخوام روش کار مارکت رو بگم که مارکت اصلا از 3 بخش تشکیل شده. یک بخشش اکیومولیشنه که به معنای تجمیع هست توی 24 ساعت که تایم آسیا این اتفاق میفته. یک بخشش تایم اروپا و لندن هست که مانیپولیشن میکنه به معنای صحنه سازی، فریب. و بخش سومش هم تایم آمریکا اتفاق میفته که بهش دیستریبیوشن میگن، یعنی توزیع، پخش کردن. تایم لندن اکثرا فریبکاری اتفاق میفته. یه کاری میکنن که مثلا قیمت میخواد بره بالا، هایر های، نمیدونم BOS، بعد یهو میریزه پایین، فریب میدن. تایم آسیا هم که به معنای اکیومولیشن، به معنای جمع کردنه، یه چیزی رو میخرن جمع میکنن. بعد در نهایت سشن آمریکا که باز میشه، این پخش اتفاق میفته. اینو گفتم که بدونین استراتژی از کجا هست، منبعش. دوستان قبل از ساعت 10 ببینید این کندل، این فلشی که آبی علامت زدم ساعت 10 هست. ما قبل از ساعت 10 بچه ها دقت بکنید. اول اینکه در هر شرایطی مدیریت سرمایه را رعایت بکنید. بچه ها اگر مدیریت سرمایه نداشته باشین امکان نداره توی این مارکت موفق بشین. شاید توی یه هفته، یه ماه شانس بیارین ولی از این مارکت اوت میشین. دوستان نحوه ورود به معامله، ما قبل ساعت 10 یک ساعت و نیم قبل ساعت 10 این لگی که اتفاق میفته میایم، 2 تا روش وجود داره، یکیش رو میگم بعد دومی رو. میام یه ترند لاین میکشیم. خب این اسمش کندل ساعت 10. صرفاً اینجوری نیست که دقیقاً ساعت باید 10 بشه، نه، ساعت شاید 9 و نیم بشه. وقتی که این ترند لاین ما شکست و توی تایم فریم 5 دقیقه، 10 دقیقه و 1 دقیقه کار میکنیم که 5 بهترینه برای این استراتژی. زمانی که این ترند لاینمون شکست و کندل پرقدرت بالای این بسته شد، ما وارد میشیم. استاپمون 1 مینور قبل از یک تو گذشته چارت، قبل نقطه ورودمون یک گره مینور پیدا میکنیم. خب ببینید دوستان اینها گره های مینور هستن. حالا اگر بلد هم نیستین، اگر وقت شد آموزش گره مینور و ماژور رو میگن. اینا مینور هستن. خب مینور، این سقف مثلا ماژوره یا این کف ماژوره، زیر یک گره مینور ما اینجا وارد شدیم. بیار استاپت رو بذار توی گذشته، مثلا بیار بذار اینجا. برای گرفتن تارگت ما 2 تا پوزیشن باز میکنیم بچه ها. وقتی که ما قبل اینکه پوزیشن باز بکنیم، ما به نسبت مدیریت سرمایه‌مون میایم 2 تا پوزیشن باز میکنیم. یکیش رو با ریوارد 2 خارج میشیم. فرضاً حالا مثلا میگم اینجا ما وارد شدیم. خب به نسبت داراییمون به فرض مثال 2 دهم اجازه میده برای ما، مثلا 1 دهم اجازه میده، میایم نصفش میکنیم. یکیش رو وارد میشیم همینجا. استاپمون هم به فرض همون گره مینور قبل، میایم یه دونه 1/2 نهایت 1/2 تارگت 1/2 میگیریم و خارج میشیم. یعنی از 1/1 تا 1/2، 1/1 یا 1.5 یا 2. حالا بسته به وضعیت مارکت داره که اگه مثلا ATR این کندل ها بالا باشه، مارکت پرقدرت باشه، 2 میگیریم. اگه ضعیف و رنج مانند باشه مثلا 1.5 میگیریم. یک پوزیشن رو ریوارد 2 خارج میشیم، یعنی TP میذاریم.
پوزیشن دوممون رو چی کار میکنیم؟ پوزیشن دوممون رو باز دوتا روش هست. میایم لگ قبلش رو، حالا ما اینجا وارد شدیم، لگ قبل این از اینجا لگ قبله، ولی بعضی ها هستن که حالا از اینجا میگیریم. لگ قبلش رو علامت میگیریم از جایی که وارد شدیم. ببینید حالا من اینو میگیرم که بچه ها قاطی نکنن. این رفته، میایم از اینجا دومی رو میزنیم. این میشه دومیش، دومین پوزیشنمون. خب راه های دیگه هم هست، حالا توضیح میدم. حالا اصلا بریم جلوتر یه مثال دیگه بزنیم. حالا اینجا خب گفتم که روش ورود یه دونه ترند لاین هست که میکشیم، وقتی شکست کندل پرقدرت بالاش بست وارد میشیم. یکی دیگهش ما انتهای اصلاح وقتی که یک کندل همر دیدیم. ببینید بچه ها این کندل همر به کندلی میگن که بدنش شادوی پایینش 2 برابر و یا بیشتر از بدنه باشه. این کندل همره. یا اینکه نزدیکای ساعت 10 وقتی که ما یک لگی داریم میاد اصلاح میده، زمانی که کندل همر رو دیدیم. ببینیم این کندل همره، میبینیم این همره، ولی چون ما ساعت داریم، گفتم 1 ساعت و نیم قبل 10 دیگه، نه خیلی قبل تر. کندل همر رو دیدیم، وارد میشیم باز استاب زیر یک گره مینوری. ببینید اینجا یک گره مینوری هست که SL رو گذاشتم. 2 تا پوزیشن میگیریم. پوزیشن اول رو ریوارد 2 خارج میشیم، تیپی میذاریم چون دیگه میره فرداش و نصف شب شاید این اتفاق بیفته تارگت بخوریم. پوزیشن دوم رو ما اینجا یه گزینه ای داریم. وقتی پوزیشن باز میکنیم بچه ها یه دونه گزینه داریم اینجا، تیکش رو بزنید، تریلینگ استاپ. وقتی شما خوابین این استاپتون رو زمانی که قیمت میره بالاتر حالا اندازه میذاریم، مثلا 50 پیپ رفت بالا، استاپ منو بیار ریسک فری کن. پوزیشن دوم رو ریسک فری میکنیم و به اندازه گفتم لگ قبلش، اینجا این لگ قبله انقدر رفته بالا، ما اینجا وارد شدیم، اینجا ساعت چنده؟ 10:30 مثلا 10. اینو اندازه میگیریم از اینجایی که اصلاح تموم شده میذاریم. اینم شد تیپی پوزیشن دوممون. یا اگر ریسک پذیر هستین ریسک فری میکنین و باز میذارین لگ اصلی رو میکشین. ببینید این لگ اصلیه. لگ اصلی رو ما میریم مثلا تایم 1 ساعته. خب ببینید ما اینجا وارد شدیم، درسته؟ لگ اصلی ما از اینجا اتفاق افتاده، اصلاح و اومده تا اینجا. ما از اینجا که پوزیشن میگیریم لگ اصلی میتونستیم تا اینجا هم بگیریم. فعلا از کم شروع بکنیم، طمعتون رو بیارین پایین تر، رفته اوکی بشین. حالا شاید بعضی از دوستان میپرسن آقا شما خودت با این استراتژی کار میکنی؟ من 2 سال با این کار کردم، الان با این استراتژی کار نمی کنم چون خودم بهترین استراتژی دنیا رو دارم که وین ریت بالای 90 داره و کلا اون راز اون قطعه پنهان شده مارکت هست که همه دنبالشن که آقا چرا قیمت میره بالا، چرا اینجا چرا قیمت اومده پایین، چرا رفته باز دوباره بالا باز اومده پایین، وقتی میاد پایین تا کجا باید بیاد. من استراتژیم همین پازل گم شده مارکت هست که یک بار یادش گرفتم، پیداش کردم، 3 سال زحمت کشیدم و حرف نداره که یعنی کوچکترین ریواردی که به من میده کمترینش ریوارد 4 و برو بالاتر ریوارد 10. معمولا ریوارد اصلا 10-12 میده و شاید بگم ریوارد 30 40 50 100 هم بده باورتون نشه، ولی اینجوریه. روزهایی که حالا مثلا این استراتژی خودم ورود نده که میده، هر روز حداقل تو هر نمادی 2-3 تا میده.
اگر نداره از کندل 10 استفاده میکنم، ولی 2 سال با این خیلی کار کردم. ولی چون دنبال این سوالات خودم بودم که آقا این راز مارکت چیه، چرا میره بالا، چرا میاد پایین. خب روندمون سعودیه، اوکی، اوضاع مملکت خرابه، طلا میره بالا، اوضاع جهان چرا خب میره انقدر میاد پایین. اینا اگر نقشوندگی هست انقدر میاد پایین کافیه، چرا باید تا اینجا بیاد؟ چون دنبال این سوالات بودم به اون استراتژی رسیدم. عرض کنم خدمتتون تا اینجا گفتم اوکیه، انشالله سعی میکنم 2 روز 1 بار پست آموزشی بذارم و نه از اون آموزش هایی که همه جا پره، نه چیزایی که شاید هیچ جایی نشنیدین یا اگر هم شنیدین اینجوری نبوده، تجربیات خودم هستن. امیدوارم که دوست داشته باشین، امیدوارم از خدا میخوام که همتون موفق بشین. من میدونم تریدر خیلی عذاب میکشه، شب و روز نداره، حرف دیگران، بدهی هایی که بالا میاره. متاسفانه راه تریدر شدن اینه بچه‌ها، کسی دووم بیاره موفق میشه، اصلا ربطی به هیچ چیز نداره، فقط دووم آوردنه. و توصیه‌ام اینه که هر مبلغی که داری سعی کن مدیریت سرمایه‌ت رو رعایت بکنی. اگه تو مارکت بمونی میرسی، اگه مارکت اوتت بکنه بندازدت بیرون خیلی سخته دیگه برگردی. دوستتون دارم، خدا نگهدار.